بفهمیدی که چی گفتم برو به تو؟ بفهمیدم برو. فقط همیت بیخال لالا برو بام داخل گاراژ. خوب. موتر بام جلوی رو تو گیرشتیه. هم تا داخل گاراژ داخل میشم در رو برم جو موتر گیرشته. خوب. همیت سواش بیخال سن تا بدر که موتره. اگه ایاننده بسر تو شک کردن. خوب. بفهمیدی؟ بگو موتر بچه خاله منه. زنگ به من حاجل جواب میدم. بگو لالش گپینی. بخول خوبانه من. بفهمیدی؟ بخولانه من برم. باز بعداً کار بعدی رو متیار. بخول درست میرم. برو خدا نگهدار تو. تیار میکنم انشالله. پول یک موتر از سنق نکردم فهم که هرچی مستی رو. اما سرادا اجی که خور هستی؟ سکی با بگنه هم عدی روز امروز عدی روز امروز پینجهیه هر دیشب همین جیبای استاد کرده بودم نه چی میگم ماما سرادا موتر مکنیه به تا گاراژ موتر ما به کجای موتر به تا گاراژ نیه موتر تو نیه کجا بده تو بخی ما مشتاقی بری خوب بزنه موتر صبح من دیشب میگه استاد نکنه موتر با وجی سفید می کجا استاده بده تو دیشب همین نره که بیارم همین تو سراغام روشن بیارم موتر استاد کنم به داخل گاراژ همونجا نیه نه موتر نیه برادر چی رقم گاراژ داری میکنی تو برادر موتر می دیشب میگه استاد کنم دیگه مال داره کاری نیه همین چی همین تپ دیشب خود استاد کردم اشته چیزی بوده چی رنگی بود موتر با وجی سفیدی بوده باباجی از اجی بابا شما نه لالا اسم موتر باباجیه باباجی من نمیفهم آخه موتر من اینجا استاد کنی دیگه اشتفا بدر کرده تو که تری نداشتی که بری دیگه استاد نه من دست نزدم خب پس که تو دست نزدی موتر به کجا شده بگو بالا سر پای نشده بیا لالا خود بود در نزم بیا خود بود در نزم مراقبه کرده بیش بیا افلت تو تمام موتر خواهم استونو اینیه نه موتر با وجیه با تو میگه اینیه دمه که یک روز سراداری تو دیر میشه باز میگه ما چون ایتو شده الان بیا تمام موتر رو بده قلقله نکلالا بگذار تو سر کنم کلال خود صدا کنم قلقله اینو داره چی من 10 دقیقه من اینجا خواب بردم کسی که سرادار میشه خواب ما مگرم برای خواهرم کنه من خواب برد اگه خدا به خیر خوشی اینا رو داره به در کنه به خیر خوشی حالا ما میگه پونه فهم پیار خواب کنه ما موتر خوبم هستو ایام نیا شما ما موتر با وجی سفید این موترها ویشی میشی همین موترها ویشی برا ویشی میشی نی میش نه خب ما چی دیدم برای من دیشب که بیامده شما 10 بجه شب چراغا شما به تارم روشن بیدن ما چی دیدم که میشی بیدن یا بوزینه بیدن خب بالاخره هر چی که بود همون چیزی که تو فکر میکنی حالا ما موتر خورستم حالا میگه پا سر ما نمیشه او زردم نیه لالا موتر سوری بودی که موترها بارکشی موتر سوری بود تو موتر بدیدی تو دره و میگه از من پول میگیری شب به شب از من صبح به صبح پول میگیری بابا همه چور میبینی خود همه چور 24 ساعت من اینجا ششتین 10 دقیقه اینجا مرخه برده بیدن خاطر دیشب خیلی باد نبود پشه بیدن پشه ما پشت اخر گیرید کی برده اشته کنیم ما
حالی که پول سر ما نمیشه موتر خورستی تو مگرم یک نیمه کمتر نمیره قیمتی بخریم. من به این گپا نمیفهم لالا جگر. زندگی ما موتر بود. متوجه هستی که چی میگم؟ با برا خود زنگ میزنی، به پیر خود زنگ میزنی، با هر کی زنگ میزنی زنگ بزن. یا موتر رو میدی یا میره به دست شما شکایت میکنه. او از خود شما مگر مجبوری میتونه احترامانه موتر رو بدی. من نمیفهم کی برده. من اصلا همیل من خو گیری. نمیفهم کی برده. شما با چند ساقه سر داری؟ الو. لالا یک دفعه تا به گاراژ بیایم موتر از این لالا بیامده که میگه من موتر دیشب استاده کردم من حالا بیامده میگه موتر منیه. ایشته میبردم موتر پیش تو آخی. حتما نبودی به گاراژ. من بودم من خو شده بودم سو. تو خو برده بود. چرا تو خوشی؟ تو چرا احساس مسئولیت نکردی آخی؟ من همیشه شب تا به صبح بیدار و متوجهم که موتر کسی گم نشه. موتر سویری؟ دیگه موتر سویری. موتر نانجی میگم بوده. نانجی. چی؟ موتر باباجی ماما. باباجی نه باباجی. باباجی؟ آه. باباجی. بیا این زودی بیا این سکنی بابا چی میگه؟ خوبه هنو میام. همونجا باش. خداحافظ. میفهمیم شما کلا با چند ساقه سر داری میکنی. شو تا با صبح تو هم گاراژ خوی. اگه خو نباشه مثلا که موتر اشتباه در کرده. یک روز از حساب شما دیرتر میشه. میگم لالا همون حساب سر داری خونه ندادین. عباس بیا. این چی بدبختیه؟ من چی میشنوم؟ این چی میگه گیلک؟ بیا برارمه. بیا که گویم و گسال زید. همینجی باش. گویم و گسال زید. اشته؟ همینجی باش که من برم به گاراژ. به پیش گیلک. با گاراژ پیش گیلک؟ پیش گیلک برم که یک موتر پیش جوندم. انال از کجا ما بیاریم تاون بدین. او بیچاره از کجا آورده که تاون بده؟ انا کی برده؟ من چی میفهمم این مثل که خو برده. با تو میگم برو. من که خو نمیبره تو میای پیش به خودم همکاری میکنی. او که خو که نمیره پیش از او که میگه یک چند دقیقه تو بیدار بشی که او خوشه. اون روزم برای گفت لالا چوبم برای ببردم گفتن چوبم بگیرک اوش خوب بگیرک خو نشو اینجا جا خو شدن نیه. عجیب باش بره کار خو. انال خو برده موتر رو ببردم. مرتکه امور یالا نمیکنه میگن همیشه شیشته یالا تاونه بده. من برم من نزدیک مگرم برم سعی کنم چی رقم بوده. همینجا باش متوجه موترها و اینا باشه که کسی و از اینجا کسی دوزی نکنه. او همیشه خوکیه بریم. از این کلکی متوجه باشه. خوب بریم. من رفتم. چی کار به سر میرسونی تو؟ به گاراژ آدم خو شده، آدم به جای رفته. یا کجا میای برات لالا؟ دیر شو چند بجی آخه تو فکر کنم از که اونجا از خود کار زندگی دارم. آنه بیا منم. سلام علیکم. سلام خوب لالا خیلی بخیر سلامت. بخیر سلامت. چطور گیلک؟ خوبی بخیر. خیلی سلامت. این چه کاره چی گپه؟ باز من چی میشنوم؟ باز چی گل به او دادی؟ چه کار شده لالا؟ چه کار شده؟ چی گپه؟ هیچ چی لالا چی میگه؟ موتر شو ساعت 9:30 بجه بیارم استاد کنم تا گاراژ. صبح بیامدم که از دور از حساب یک پنجه هم بدارم برای دادم. برفتم موتر خورم موتر نیه. برارم حتما موتر خوبه دیگه جای استاد که دیا فکر تو برفته بیامدی خور به خان از آدم میندازی. این گپ بیا کجا آورده؟ ما از کجا آوردیم؟ دیشب خودتون ندیدی که موتر استاد کنم اینجا. خودتون ندیدی که استاد کنم موتره. بیا آورده بودم موتر اینا. چراغا موتر به تا چشام به دل ندیدم. موتر چیزی بود. تسلیم کردم موتر گفتم من این موتر از من همینجا باشه گوش کن. اینا هفته یک روز دو روز میارم موتر خود. همیشه موتر خود میاریم لالا به تمام گاراژ. حالا چه کار کنیم لالا؟ هر کار میکنه لالا بکنه. من با اون موتر بخریدم 70,000 بالا موتر پول دادم. ما چی خاک یا با موتر بخریم یا 70,000 پول موتر بدیم. به این کارو نمیفهمم لالا. برار جو ما تلفن شما زنگ با یکینه. عباس سگی چی ماه؟
با ما قیمت به ما موتر میخری لالا یا 70,000 پول میدی بگه پا نمیفهم اگه به خوبی خوشی پول دادی اگه نه که ندادی من میرم شکایت خدای رستی قال مقاله هلو لالا کار راست شما او وعده ما شما میفته که دولت وعده مجبوری که بدی نه بیرون نشو قرار آخر مگاره بدی لالا ما از کجا بیاریم آدمو قریبیم ما همین 20 روپیه در ریبه از موترها و سکیلا جمع میکنه بیرون نشو یک شو پوست رو داری زیر میشه شما جلوی موتر 70,000 هم از دستتون هم تو ما رو میتک پولا ما تبا برباد کردی یک موتر نی هر موتر پیشت میبرم اوش تو کنه به شمال میبره به در میکنم دیگه فقط و فقط 70,000 پول یا موتر برو لالا بالا موتر ما بخر اگه میگه موتر تو به 70,000 نمیازی برو بالا موتر بخر حالا از کجا ما بیاریم ما 70,000 روپیه از کجا بیاریم ما چی کار دارم برارم به هر روز میزنیم میکنیم 200 300 بیشتر نمیشه او هم خرج خونه ازی و بیشتر نمیشه او مشکل خود شما ساعت که شما گاراژ گرفتید باید فکری که پار میکنین که برای شما نباید خوشه و تا گاراژ نباید خوشه شما با چانس خسارت داری میکنین در گاراژ بسته میکنین باز تو وقت هم کله پر خوا میکنین در گاراژ هر کس هر رقم شد موتر خوردی شهر جا رفت هر کار کرد انا بگن تون بدین لالا جیگر یک دفعه که تون بدیم دیگه میفهمن گپ به کجا قرار داره تاون حرام برارمه باشه به ما حرام اولی که تاون حرام دیومی هم نداریم ما تاون بدیم لالا باز کجا بیاریم آخی به میفهمی امال خون کیک به ما روای فهمیدی من بگه پا نمیفهم گوش کو چی میگم تو لالا میادم بلای خور اندختی سیکو میشنوی ما بلای اندختی خود خورم میادم نمیشن خودت تو طرفم 4 روز به شما وقت میدم از این ساعت 4 روز اگر همین موتره پولا یا خود موتره و ما دادیم یا پیدا کنین لالا بریم بگردیم کردیم اگر نکردیم باید معامله ما شما به دولت نکشیم مسئله به دولت نکشونیم من کارو دارم برارم اسنادایر بیاریم من خودم میگردم من میرم ایبری بر میگردم بلکه پیدا شانمو لالا موتر بشه اسناد به کجا داره که اسناد بیارم تو یعنی اسنادی چی نداری هم موتر بشه اما اسنادی که خریدم هسته همون کسی که از فلانی نفر بخیرم او هست انمور بیاریم همون صحیحه هیچ مشکل نداره انمور بیاریم من ایبری بر میگردم بلکه پیدا شه این مسکین کجا آورد آخه من به اینکه پاس هر ما نمیشه لالا فقط و فقط همون 70,000 پول یا موتر 4 روز وقت داره 4 روز خداحافظ گیلک چیکار کنه میگه مرغ ما یک لنگ داره من نمیفهم حساب ما خراب کرد چیکار کنم من خودت چیکار کنم گیلک من اله خو برده بیدن چرا تو خو ببره تو چرا احساس مسئولیت نکردی که همینجا موترها اسناده میشه همین موترها دوزی کنم از این ببرم میشه بطری رو کنم مگرم تو بگردی مثل یک نگهبان بدم 4 طرف این موترها برفتی قرار بخلیدی به اتاق آخه تو رو به کجا رای کنم که کار خوبه تو انجام بدی هم هر کاری رفتی یعنی تو ما رو بلای انداختی و بدم ای بری بر بده تو مسئله رو حل کو انا خودی از این مشکل از این چی رقم حل کنه این 70,000 روپیه از کجا کنیم گیلک من دیوانه شدم از دست تو من برم که بیش از اون بچه انال باز موتر بیش از اون از جونم چه کار کنم از دست از این برار وای کاش که خو نمیشدم چی میفهمیدم میبیم وقتی که میبرم خدای داره و در کنه هر کسی بوده به خیلی خوشی بلکم زنکی و پیشی بره